رادیو همراه. بفرمایید. سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم دارم باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور. بفرمایید. صداتون خوبه بفرمایید. بله، من راجع به دخترم میخوام باهاتون صحبت کنم که 9 سالشه و شبا تو اتاقش نمیخوابه. من بفرمایید، شما همسرتون چند سالتونه؟ من 47 سالمه، همسرم 53 سالشه. و چه مدتی ازدواج کردین؟ من دقیقا 22 سال ازدواج کردم، 2 تا بچه دارم، دختر بزرگم 17 سالشه و دختر کوچیکم 9 سالشه. از کجا تلفن میکنین؟ من همینجا الی هستم. چه مدتی از امریکا هستین؟ ما 6 سال اینجا هستیم. و هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟ والا همسرم که مهندس هستن و من خودم 2 مقطع خوندم، یه کامپیوتر خوندم، یه مدیریت بازرگانی. باید کار میکنید خود شما یا نه؟ بله، من از تقریبا 7-8 ماه بعد از اینکه اینجا اومدیم من کار کردم، همسرم هم اصلا اول مشغول به کار شدن. به من بفرمایید موضوع دخترتون در 3 سال اول، 3 سال دوم و یا 3 سال سوم هم میشه، چگونه بوده از نظر خوابش، جدا خوابیدنش، تو اتاق کی خوابیدنش چگونه بوده تا به حال؟ ببینین خب ما تقریبا 6 سال اینجا هستیم، یعنی هولوش 2 سال خورده ایش بود که ما آمدیم اینجا. خب 7-8 ماه اول جا مکانمون مشخص نبود، یعنی خونه کسی بودیم که خب هممون توی یه اتاق میخوابیدیم و بعد از اون که ما خونه گرفتیم، خونمون 2 خوابه بود که دختر من با خواهر بزرگترش توی اتاق بودن. الان که 1 سال خب خونمون 3 خوابه شده، نمیخوابه تو اتاقش، یعنی شب که میخواد بخوابه حتما یکی از ما باید بریم تو اتاقش بخوابیم، حالا اون رو تختش میخوابه، یکی از ما رو زمین. بعد ما حالا خیلی آهسته و آروم بیایم رو تخت خودمون بخوابیم، حتما رأس ساعت 2:30-3 این بیدار میشه، پدرش باید بره تو تخت اون بخوابه، اون بیاد کنار من رو تخت بخوابه. خب آخه میگه چرا نمیخوام تنها و یا جدا بخوابم؟ جان؟ از چی میدن؟ همین رو میخواستم ببینم که از کودکی چی بیگفت، یعنی موضوع ترسش اگر بازگو میکرد چی بود عزیز؟ مثلا تازه زبون باز کرده بود، من تو آشپزخونه بودم، این مال زمانی که ایران بودیم، اون تو اتاق بود، یه دفعه میدم با جیغ بدو از اتاق میومد بیرون، میگفت مار هست. بعد میرفتم باهاش تو اتاق میگفتم مار نیست، کو مار، به من نشون بده. میگفت نه مار هست. خب نه تو چه سنی بود؟ نه اون سن رو بچه معمولا ممکنه به یک دلیل داشته باشه، البته بعید بیمار اینقدر باشه، ولی که الان بعدی نشون نمیده، فقط برای جلب توجه بوده، فکر از این طریق میتونه شما رو داشته باشه. الان هم شده همینه، برای که وقتی میفرمایید وقتی زبون باز کرده بود مثلا 15-16 ماه 18 ماهش بود دیگه، درسته؟ بله. میامد میگفت که میگفت که میگفت مار تو اتاق منه. بله دقیقا. خب نه خب اون که بیشتر گفتم معمولا بچه‌ها یه دوره این توجه رو میخوان، حتی اگر تنبیه بشن که به عنوان نگاتیو اتنشن هم میشنویمش. خب این وضعیت تا که ادامه داشت برای گفتن حرفای از این قبیل؟ تا مثلا فکر میکنم 4-5 سالش بود که مثلا هر از گاهی شب میگفت من مثلا الانم شبا مثلا میگفت من میترسم، حالا نمیگفت چیزی میبینم یا چیزی هست، فقط میگفت میترسم نمیتونم. الانم مثلا حتی بهش میگم خب دیگه بزرگ شدی، اصلا یک کلمه نه اصلا بزرگ نشده. نه ببینید 8 تا 12 بدترین سنه از نظر اضطراب، چون کودک مسئلهش این است که وحشت داره پدر مادرش از دست بده و بمیرن، به همین جاست که بدترین سن جدایی طلاق هم 8 تا 12 دیگه. اضطراب ذهنی کودک برای که قبل از مرحله بسیار مرحله کانکریت اپریشنال استیج یه مرحله خاصی از ذهنیت رو داره که در اونجا یه حادثه بد رو به عنوان تنها احتمال و علت میبینه.
و به نظر من با توجه به سابقه ای که داشته این یه مقداری عادی است. حالا به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری شما و همسرتون چند اندازه اضطراب و مثلا وسواس سنگین و شدید بوده؟ تو خانواده همسرم که دارن یه نفر رو تو خانواده خودم هم هستن. بله. ببینید اولا دختر شما اضطراب رو داره. این اضطراب در دوره‌های مختلف به چیزای متفاوتی خودش رو منتقل میکنه. الان مسئله همیشه مسئله فرض کنید ترس از تاریکی، ترس از ناشناخته که اصلا طبیعی انسانه رو داره، ولی حالا میتونه بازی هم کنارش بوده، برای که از بچگی از اون طریق توجه گرفته، همه اینا دست به دست هم داده به اینجا رسیده. خب شما چند تا راه حل دارید. راه حل اول این است که بره تو اتاق خواهرش بخوابه. چرا دوتایی توی اتاق نخوابن؟ خب خواهر بزرگش قبول نمیکنه، اون 17 سالشه. خب باشه قبول... اون که توی خونه دو اتاق خواب بود با خواهرش میخوابید، بازم باید ما شب میرفتیم کنارش میخوابیدیم با اینکه 2 نفر بودن. یعنی چی؟ اون موقع میگفت چی؟ باز میگفت میترسم؟ آره بعد مثلا دستشو میگرفتیم، من مثلا رو زمین میخوابیدم، اون روی تخت، بعد من دستشو میگرفتم تا خوابش ببره. برای فقط شما دخترتون بعید میدونم بیمار باشه، ولی در اینکه حق بازه رو مطمئن ترم. یعنی این دکو نیست که باز کرده برای گرفتن توجه از شما و مالک شما و پدرش شدن. بنابراین ببینید عزیز، صلاح شما فعلا اینه برای اینکه این دوران بگذره. حالا که اتاق داره شما برید تو اتاق بخوابید روی تخت خواب دیگه و بیدار برم نگردید تو اتاق همسرتون برای مدت مثلا 3 ماه ببینید چه میشه. یعنی چون راه دیگری نداریم. حالا غیر از این به من بفرمایید چه حالات غیر عادی دیگه ای در هر زمینه ای دخترتون داره؟ از دوستاش گرفته، غذا گرفته، لباس گرفته، مهمون گرفته، هر چی که به نظر تو میاد کمی غیر عادی عمل میکنه چه هست؟ بد غذاییش خیلی بد غذاه. یعنی چی؟ یعنی هر غذایی رو نمیخوره، در نهایت مجبور میشه بخوره، چون من بهش میگم همینی که هست، من دیگه چیز دیگه ندارم بهت بدم، همینی که باید بخوری، همه دارن میخورن تو هم باید بخوری. خب ببینید وقتی نه صبر کنید، وقتی میخوره نشون دهنده بیشتر باز عامل بازیه. ببینید دختر شما برای گرفتن دختر شما برای گرفتن توجه، چون اون سن اصلا معنا نداره. الان هم شما چون ببینید کسانی که بدقلقن در خصوص غذا نمیخورن. این که بعد از یه مدتی با جنگ و جدال میخوره، او فقط میخواد شما رو داشته باشه. یعنی میخوام به شما بگم به نوعی از اینا داره استفاده میکنه برای اینکه شما رو از آن خودش کنه و کلفت خودش کنه. ما کم توجهی بهش نمی‌کنیم. خونه ما یه خونه‌ایه که باید نه از این حرفای عجیب غریب به من نزنید. نه اونا رو ولش کنید. عشق و محبت من نگفتم نیست. مسئله این است که او بیش از این میخواد. میدونید مثل اینونه که همسرتون بگه من تو را عاشق تو هستم، ولی حالا یه ذره دیگه میاد اینجا مونم کنار تو اون اتاق میمونه، منم مثلا روزی نیم ساعت میرم پلوش. نه ببینید این توضیحات شما منو نگران میکنه. اولا دختر شما بازیگره، برای که اونو داره، برای که یاد گرفته با توجه به فاصلهش و بعدم یه سنی که بوده و جایی که بود. الان هم تنها راهش این است که شما برید تو اتاقش بخوابید، برای اینو یه تخت خواب. بدنتون هم نباید بخوره. اشکال این کار چیه؟ خب اشکال این کار اینه که من شوهرم هیچ وقت نداریم که هم بخوابیم. شوهر برای مدت 3 ماه نخوابید؟ من که نگفتم برای همیشه. درست. مثل که دخترتون ارث مادریشو برای که اونم بهانه میگیره. بله شما یه مشکل جدی دارید، ولی که رفتاری که دخترتون داره مسئله است. نکته دوم، پس بنابراین مورد اول این است، بعدم ازش یه مقدار سوال کنید. یعنی همینجوری که بشینید با عنوان اصلا واکنشی هم نشونه، مثلا دخترم از چی میترسه، مثلا فکر کنید چی میشه،
حتی مثلا فرض کنید به شما برمیگرده میگه میترسم یک کسی اونجا باشه، یعنی چی مثلا یک کسی بیاد چی کار کنه؟ بعد مثلا 2 روز بعد بگید راسته گفتی میترسی یک کسی بیاد، چیه موضوع؟ مثلا کی بیاد؟ آشناست؟ امریکاییه؟ ببینید وادارش کنید که تو ذهنش بچرخه، بگرده برای شما جواب پیدا کنه. نمیخوام بگم این کمک به معالجش میکنه، ولی برخی از اوقات سر نخایی به دست میاد، یعنی اون احتمالات هست. و بعدش هم یه راه دیگرش این هست که اگر دکترش موافقت میکنه، که من امیدوارم موافقت بکنه، یا آرام بخش بهش بدید شما بخوابه. حرف این است که ویتامینه و نگید آرام بخشی. حرف این است که یه مقدار مثلا مقدار 1-2 تا ویتامین بهش بدید، ویتامینی که یا خودتون یا مثلا دختر دیگه‌تون هم میخوره، مثلا این ویتامین همه چی توشه، مالتیپل ویتامینه، حتی از یک از این مغازه با هم میدید بردارید. آره این خوبه دیگه، اگر آدم کمبودی داره جبران کنه. حالا به من گفتن یه دونه دیگه هم هست پیدا کنم، اونم خوبه 2 تایشو بخوریم. بعد اون دومی اگر دکتر موافقت کنه بهش بدید، شاید این ایام رو بگذرونه. بعید میدونم. حالا باز برگردیم، غیر از غذا چه چیز دیگه ای رفتارش غیر عادی؟ کلا زمینه‌های اضطراب رو توی زیاد میبینم. مثلا اگه قراره فردا معلمشون جدول ضرب بپرسه، این از امروز اضطراب داره، وای مامان مثلا فردا میخواد اینو بپرسه. خب این 2 تا معنی داره. نه صبر کنید. اولین دلیلش این باز میخواد شما رو درگیر کنه. ببینید میخوام به شما بگم این ماجرای این که من یه راهی پیدا کنم، من مادرانی رو مثلا که دوستشون یادمه 40 سال میگفت من همه شوهر و بچه‌هامو سر کار گذاشتم، هر زمان که چیزی مخالف میلمه یا هر چیزی که چیز بادم شو میگم من سر درد گرفتم، میرم تو اتاق میگم تنها آروم میگیرم که یه حوله بندازم رو سرم، هر چند وقتی دفعه بیاد لطفاً حوله رو عوض کنین گرم باشه و تلویزیون تماشا کنم. این موقع آروم میگم. میگم هیچی من نیست. یعنی میخوام بگم لغت تمارض یعنی خود رو به مریضی زدن و یا وانمود کردن یه چیزی هست. تو بچه‌ها این هست، چون مثلا گفتید از کودکی بوده. اما به من میفرمایید که دختر من اضطراب داره، میگم حتما داره. به من میگید زمینهای وسواس داره، میگم شاید. حالا به من بگید رابطش با بچه‌های همسن و سالش چطوره؟ رابطش خیلی خوبه. با یه دوست صمیمی داره که 4 سال با هم دوستن. وقتی با همن اصلا انقدر شاد و شنگول و بگو بخند و خیلی خوب با بچه ها ارتباط برقرار میکنه، بازی میکنه. نه ببینید با بچه ها نمیکنه. ببینید باز 2 مرتبه نمیخوام، یعنی دختر شما اگر خیلی راحت بود هر جا بره و اینا اون معناش بود، ولی با یه نفر نه. این ببینید حتی ما توی شما اگر تستای مربوط به اختلال شخصیت رو ببینید، همیشه حرف این است که من دوستی ندارم یا فقط یه دونه دوست خوب دارم. اون علائم خوبی نیست عزیز، یا علامت خوبی نیست. من همچنان مثلا اضطراب و وسواس دخترتونه که به چه صورتهای دیگه خودشو نشون میده. درباره فرض کنید هومورکش، تکلیف مدرسهش مسئله داره؟ نه معمولا افتر اسکول میمونه، چون من دیر میام از سر کار، همونجا با دوستاش با هم انجام میدن تو مدرسه. خب اون کار خوبی است، اون کار درستی. به من بگید از نظر سپورت چه ورزشی رو درگیرشه؟ شنا رو به صورت تخصصی الان تقریبا 2 سال شروع کردم براش. هفته 1 بار میره کلاس شنا، با مربی خصوصی کار میکنه. آخه ورزش دست جمعی بچه ها میکنه. حتی من بارها عرض کردم که یه ورزشی مثل والیبال چون 2 طرف تورن، ارزش ارتباطیش خیلی کمتره تا بسکتبال یا فوتبال که همه با هم هستن، یعنی تیم رقیب هم کنار شماست. شما با توجه به فاصله زیاده با دختر بزرگتون که دقیقا نوعی مادرش هم هست و یه مقدار از اضطرابش از اونجا میاد و دختر بزرگتون هم باش مسئله داره، قرار درگیر ورزش‌های دست جمعیش کنید. مخصوصا اون ساکر یا همون فوتبال خود ما، نه فوتبال امریکایی، بازی بسیار خوبی برای دخترانه و به هر حال اینو خب همون من نگران علاقه نداره. یعنی چی؟ یعنی همین شنا رو من اول تو گروهی گذاشتمش، کلی
باهاش شنا کار با کرد. شنا با وجود گروهی هم گروهی نیست عزیز. بله. درسته که ممکنه مسابقه باشه ولی اونم معنایی نداره عزیز. ببینید شما قراره، بذارید من اینو بگم، ما وقتی بچه‌مون چاقه می‌خوایم لاغرش کنیم، لاغر می‌خوایم چاقش کنیم. دختر شما اونقدر اجتماعی نیست برخلاف حرفتون. و راهش هم اگر شما نگاه کنید به 4 دیواری سن 6 تا 12 سالگی، یه سمتش درسشه، یه سمتش فعالیت‌های اجتماعی، اما دو تا سمت دیگه داره. یکی اسپورته و یکی شبکه‌ای از دوستان. اونم دوستان به گونه‌های متفاوت. یه مقداری از نظر اجتماعی درگیرش کنید ولی ماجرای شب رو و خوابش رو به نظر من از طریق اینکه برید تو اتاقش مثلا رو حل کنید. حرفم نزنید، نزدیک هم نشید، بازیچش هم نشید. یعنی حرف این است که ما میریم، یا تو برو بخواب یا هر وقت خواستی با هم، منم میام با تو میخوابم. و اصلا نگید که برای 2-3 ماه هست، ابدا. حرف این است که فعلا بخوابیم، تو آروم بگیر تا ببینیم چی میشه. بعدم با دکترش صحبت کنید. اگر پزشکتون، من توصیه میکنم در حالی که شما میرید میخوابید یا یه هفته بعدش برای مدت یه هفته آرام بخش هم بهش بدید به عنوان ویتامین بخوره، ولی بهش هرگز نگید، به هیچ کس دیگه هم غیر از همسرتون نگید، یعنی به دختر بزرگتون هم نگید. حالا من اگر دختر بزرگتون رو خط بود میگفتم فکر کنید خواهرت بازی در میاره یا واقعا میترسه، من چی میگفت؟ فکر کنم میگفت میترسه. میخوام بهش بگم بیاد روی خط؟ نه جوابشو میخواستم. آخه چقدر معتقد است که، چقدر فکر کنه که دختر کوچکتون منیپولیتیو است و بازی در میاره و همه رو سر کار میذاره؟ فکر نمی کنم اصلا به این معتقد باشه. اوکی، بری کن. همسرتون نظرشون چیه؟ اونم که اصلا معتقد نیست. اونو یقینا اطمینان دارن که اون اصلا معتقد نیست. میگم واقعا میترسه. اوکی، چقدر وقتی بلند میشه و یا درباره خوابهاش با شما صحبت میکنه؟ خیلی وقتا پیش میاد میگه دیشب خواب ترسناک دیدم، یا مثلا الان یه چیزی یادم افتاد، معذرت میخوام اینو میگم، مثلا آقای دکتر میره دستشویی همین الان، موقعی که میخواد فلش دستشویی رو بزنه سریع در رو باز میکنه. خب علت چیه است که بی‌ترسه بیفته اون تو؟ ببینید یه مقدار ذهنیتی داره. شما تو خانواده در جهت اضطراب و وسواس مشکل روانی دیگری که کسی نداشته داشته؟ چرا آقای دکتر دایم پارانوید حاده؟ نه پارانوید یا پارانوید اسکیزوفرنیا داره، یعنی پارانوید. خب اونا مسئله است. از 8 سال، من 8 سالم بود که دایی من آمریکا زندگی میکرد، برگشت ایران دیگه درگیر این مسئله بود و الان نزدیک 60 سال میشه. اون احتمالاً اسکیزوفرنیا نوع خفیف. کسی دیگه چی غیر از دایی؟ مثلا برادراش، خواهراش، بچهای برادرش، بچهای خواهرش، یعنی بقیه تو خانواده چه کسی دیگه ای رو با اضطراب، افسردگی، خشم و مخصوصا وسواس دارید؟ وسواس کسی رو نداریم، فقط خواهرزاده همسرم هست که وسواس داره. وسواس خیلی شدید، از اونایی که مثلا 4-5 ساعت میمونه همون. خب آخه دو طرف هست، از هر دو طرف گرفته. به هر حال ببینید عزیز، گفتگو با یک روانشناس یا حتی روانپزشکم شاید کمک کنه. تو شاید دکتر روانپزشک گزارش شما احتیاج نیست دخترتون رو ببینه، یه نظری داشته باشه درباره حتی اون آرام بخش، ایشون اگر تایید کردن. ولی شما باید یه ذره با یه دقتی مواظب و مراقبش باشید، ولی برای حل الان مسئله و مشکل به نظر من بدونی که اعلام کنید تا کی و بدونی که گره و شکایتی بکنید برید تو اتاقی که او هست بخوابید تا ببینید بعد از 3 ماه چه میشه. تا چه سنی آقای دکتر میتونه اینجوری؟ من گفتم تا 3 ماه ببینیم چه میشه، ببینیم این ماجرا حل میشه یا نه. چون اگر یه ذره بدآموزی باشه و بازی باشه میتونه تموم بشه، مثلا وارد یه سنی میشه که استقلالش رو میخواد، یعنی اون سپریشن ایندیویدویشنش خودشو نشون میده، میخواد فردیت پیدا کنه، نمیخواد. به هر حال باید آهسته رفت عزیز. احتمال بیماری هست ولی کار خاصی هم براش نمیشه که. بعدم من گفتم ای خودتون همسرتون که بذارید ایشون هم بشنون، خواستید یه روانپزشک هم ببینه ایشون رو.
یا حداقل شما برید گزارشو بدید، شاید نظر روانپزشک این باشه که محل نگذارید، اهمیت ندید. موضوع میتونه هیچی باشه و بنابراین چون امید این هست شما هم همین گونه بهش نگاه کنید تا ببینید چه میشه. اگر 2-3 ماه گذشت هنوز مسئله و مشکلی بود مراجعه کنید. اگر فکر کردید با صحبت کردن با من به این نتیجه میرسید که اون رو بعید میدونم، لطف کنید تلفن کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.